پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 22 دکامبر سال 2023 با امضای دو فرمان و دو قرار حکومت در مقام‌های بلند فرماندهی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری چندین تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با فرمان پرزیدنت پیرکزاده حکمت الله به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم فرمانده سردار سرستاد قشون‌های سرحدی کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شد. با فرمان دیگر پرزیدنت به این مقام رجبزاده مرادعلی رجب تعیین گردید. به کدام کار دیگر گذاشتن جنرال پیرکزاده نیز زود معلوم شد. با قرار حکومت از روز 22 دکامبر پیرکزاده سردار دانشکده عالی سرحدی کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. میرزازاده سلامتشاه بازاربای به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سردار این دانشکده آزاد کرده شد. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن میرزازاده یگان معلومات داده نشده است. سبب این تغییرات اخیر کادری نیز نامعلوم باقی میماند، به خصوص در حالی که جنرال پیرکزاده تازه 4 ماه پیش 8 اوگوست سال 2023 به مقام معاون اول فرمانده قشون‌های مرزبانی تاجیکستان تعیین شده بود. لازم به گفتن است که جنرال سابقه دار قشون‌های مرزبانی تاجیکستان حکمت الله پیرکزاده اینک بار دوم از مقام معاون اول فرمانده به کرسی سردار دانشکده سرحدی بدرقه کرده می شود. پیرکزاده از سال 2017 تا 2020 معاون اول فرمانده قشون‌های سرحدی بود و ماه ایول سال 2020 از این مقام بلند نیز به همین مقام نه چندان بلند سردار دانشکده عالی سرحدی بدرقه شده بود و 3 سال آنجا کار کرد. 8 اوگوست سال جاری جنرال پیرکزاده را دوباره به مقام معاون اول جنرال رجبعلی رحمانعلی آوردند، ولی این بار او در این کرسی بلند همگی 4 ماه کار کرد. سبب به چنین زودی ترک کردن این منصب بلند سالهای زیادی را به وجود آورده است که هنوز بی جواب باقی میمانند. در همین حال خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که امامعلی رحمان بلافاصله در پی تغییرات کادری با کادرهایی که در مقام‌های راهبری و فرماندهی قشون‌های سرحدی تعیین گردیدند صحبت کرده است. نخست سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان از وضع امروز پیچیده و پیشگویی نشونده منطقه و جهان یادآور شده قشون‌های سرحدی را سپری با اعتماد در تامین ثبات امنیت جامعه و نیروی اساسی پیشگیری کننده همه گونه عملهای خلل‌دار کننده حیات آسایشته مردم ارزیابی کرده است. امامعلی رحمان ابراز داشته است که اجرای این وظیفه مقدس و پرشرف از هر یک افسر این نیاد پاک وجدانی، مهارت بلند کسبی، فدایی ملت و دولت بودن و روحاً و جسماً آماده بودن به تامین آرمان‌های ملی و فضای امنیت و آسایشته را طلب می‌نماید. امامعلی رحمان اطمینان داده است که در آینده نیز برای بهتر نمودن شرایط‌های خدمت هر یک نظامی قوه‌های مسلح مملکت تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده می‌شوند.